حیات مثل یک معجزه است. وی قریب 4 میلیارد سال پیش در کائنات بیکنار با وجود آمده است. ما انسان ها در زمین تنها 200,000 سال است که زندگی داریم، ولی در این مدت ما الکی با تمام موازنت اکولوژی را ویران کردیم. به موجودیت آن حیات در روی زمین غیر امکان است. شما این قصه حیرت آور را با دقت تماشا کنید. وی از شماست. انا ما چگونه با وجود آمده ایم؟ در اول سیاره‌مان مثل یک کره تیره بود. آن را ابرهایی از چنگ و غبار با وجود آمده پوشانیده بودند. دقیقاً مثل هر یک ظهورات نخست پیدا شده در کائنات. و در این سیاره به تازگی ارض وجود کرده معجزه حیات پیدا شد. امروزها حیات ما یکی از جزوهای بیشمار زنجیره هستی است که در مدت 4 میلیارد سال جای خود را در زمین منتظم عوض می کند. حتی امروزها نیز ولکان‌های نو پیدا می شوند. آنها غایباً به ما آنی را که زمین هنوز در زمان پیدایشش چگونه بود یادآور می شوند. مگنی گداخته شده از قعر زمین به بیرون خارج شده ناهموار و سخت و سنگین می گردد و بعداً ولکان باز به چند مدت خاموش می شود. این چنگ های حلقه مانند از قعر زمین برخاسته اولین قسمت ناگسستنی اتمسفر سیاره بودند. اتمسفر از اکسیژن محروم. اتمسفر زیچی عبارت از بوق آب و مقدار زیادی گاز کربن مثل اندرون دیگ جوشان. زمین سرد می شد. بوق آب نابود شده باران به وجود آمد. در سیاره از آفتاب در مسافه مناسب جای گرفته، نه چندان دور و نه چندان نزدیک، موجودیت آب در حالت مایع به طفیل موازنت مکمل اکولوژی امکان پذیر گردید. آب دریاها را مثال رگ‌های خونگرد در تن انسان به وجود آورد. دریاها مینرال‌ها را از سنگ‌ها می‌شستند. منتظم آب آنها را به آب بحر و اقیانوس‌ها همراه می‌کرد که در نتیجه آب اقیانوس‌ها تا رفت شور می‌شد. ولی ما چگونه پیدا شدیم؟ چگونه حیات به وجود آمد؟ به این معجزه تغییرآورنده نگرید. این شکل‌های غیرعادی حیات هنوز هم وجود دارند. در شرایط غیرعادی معتدل در زمین عمر به سر میبرند. آنها را ارخئوباکتریاها مینامند و آنها نسل‌های گذشته مایند. غیر از سیانوباکتریاها و آبسبزها همه‌شان در قعر زمین در موقع گرم جای گرفتند. تنها آنها قادرند که انرژی آفتاب را به پررگی استفاده برند. این باکتری به نظر ناچیز ابتدای تمام پیدایش رستنی‌ها در زمین گردیده به تقدیر من بعده سیاره تأثیر بزرگ رساند. به طفیل آن زمین چنین نمود و چنین اتمسفر را به دست آورد. با گاز کربنی که اتمسفر ما را افلاس میکرد چی شد؟ وی به هیچ کجا غیب نزده است. آن در قعر زمین جای گرفته است. زمان تمام منطقه ها را آب کل و دریاها که در آنها میلیون ها نوع میکروباکتریاها عمر به سر برده گاز کربن را فرو می بردند و به صدف های بحری تبدیل می یافتند پوشانیده بود. این است که در ترکیب صدف های باقی مانده بحری میلیاردها نوع میکروارگانیسم ها را دیدن ممکن است. آنها گاز کربنی اتمسفر را به تمام استفاده برده باعث به وجود آمدن ارگانیسم های نو می گشتند. محض حیات اتمسفر را تغییر داد. رستنی‌ها انرژی آفتاب را فرو بردند که در نتیجه آن مولکول‌های آب شکسته شده اکسیژن را به وجود آوردند. همین گونه اکسیژن تمام سیاره را فرا گرفت. گردش آب در طبیعت این جریان نوسازی منتظم است. شرشره‌ها، بوق آب، ابرها، باران، منبع‌های کل و دریا و بحرها، پیریخ‌ها گردش تغییر ناپذیرند. مقدار آب در زمین همیشه یگانه است. همه گونه نماینده ارگانیسم ها روی زمین همان یک آب را نوشیدند. آب این متری حیرت آور است. یکی از نااستوارترین ها. وی نمود مایع را در مثال آب روان، گاز را در مثال بوق و یا شکل سخت را در مثال یخ به خود می گیرد.
این سیبیر است. زمستان اینجا دور و دراز می باشد. آب کلو دریاها با یخ پوشانیده می شوند و می توان در این حالت حرکت آب را زیر یخ قفس بلورین مشاهده کرد. نمود سخت و سبک آب یخ با آب غرق نمی شود و عقبت محافظت کننده را بالای کلو دریاها با وجود می آورد که همان در زیرش حیات ادامه می یابد. محرک حیات در زمین علاقه متقابله می باشد. همه چیز با هم پیوست ناگسستنی دارد. هیچ یک چیز تنها به خود وابسته نیست و یا خود مستقلیت تام ندارد. آب و هوا با هم پیوست ناگسستنی دارند. وابستگی اساسی همه چیز است. چی موجودات زنده و غیر زنده و چی ارگانیکی و غیر ارگانیکی. منطقه های سبز نمایان از ترقش های ابر منبع اکسیژن سیاره به حساب می روند. 70% این گاز که به موجودیت شش های ما وظیفه‌شان را اجرا کردن نمی توانند از آب سبز ها حاصل می شوند. موجودیت حیات در روی زمین به شرافت موازنه بیولوژی امکان پذیر است. موازنه بیولوژی که هر یک جزء نقش باسازای خود را دارد و تنها به طفیل موجودیت جزء دیگر فعالیت می کند. این هماهنگی ماهرانه، نازک و آسیب پذیر است. اینها مرجان‌های بحری اند. آنها در نتیجه پیوستن آب سبزها و صدف‌های بحری به وجود می آیند. این گونه منطقه ها کمتر از 1% اقیانوس جهانی را در بر می گیرد. خیلی ناچیز، انیخترش هیچ چیز. ولی محض آنها مکان زندگی و خوراکه هزارها نوع ماهی های و ارگانیسم های آبی می باشند. موازنه اکولوژی دلخواه اقیانوس از آنها وابسته است. در نهایت زندگی ما نیز. حتی درازترین عمر انسانی قریب 650,000 ساعت را در بر می گیرد. اما عمر زمین باشد میلیاردها سال ارزیابی می شود. یعنی زیاده از 4 میلیارد سال لازم آمد که در سیاره ما درختان پیدا شوند. در زنجیره حیاتی رستنی ها درختان پیوندی اساسی ترینند. موجودات مکمل زنده. درختان تحت قوه عمومی جهانی جاذبه قرار ندارند. این یگانه موجودات زنده طبیعی است که همیشه به بالا قد می کشد. آنها مدام با صبر به طرف آفتاب که برگهایشان را به طفیل فتوسنتز سبز نگاه می دارند قد می کشند. از سانوباکتری های خردترین آنها قابلیت پر استفاده روشنایی انرژی آفتاب را به میراث گرفتند. درختان انرژی را نگاه داشته استفاده می برند و نهایت آن را به چوب و برگ تبدیل می دهند که بعداً پوسیده با آب و خاک و سبزه و مینرال ها آمیخته می شوند. همین گونه دائما خاک از نو تشکیل می یابد. خاک از میکروارگانیسم هایی که فعالیت قطع ناپذیر دارند بایست. به مثال غذا، سوزشوی، پر شدن با هوا و کارکرد الیمنت ها. آنها گوموس را به وجود می آورند، یعنی قبط حاصلخیز خاک را. به گوموس باشد تمام فعالیت ارگانیسم های خشکی وابسته است. همش بدون استثنا. ما درباره حیات چی می دانیم؟ چقدر نمودهای بیولوژی حیات زنده برایمان معلوم است؟ 10,000 یا شاید 100,000. و باز ما درباره علاقه بین آنها چی می دانیم؟ زمین این معجزه حقیقی است و زندگی باشد معما باقی می ماند. اساسی عائله حیوانها را رسم و آیین‌های معینی که توسط نسل به میراث ماندند تشکیل می دهند. حیوانها و چراگاه‌ها با محیط در همبستگی با یکدیگر مطابق می شوند که در نتیجه هر دو طرف هم برد می کنند. حیوانها اشتهای خود را با خوردن سبزه و برگها آرام می کنند و زمین و درختان باشند در نوبت خود باز برای سبزش نوبتی آماده می شوند. زندگی در زمین این سیاحت بزرگ است.
سرگذشتی حیرت انگیز است که در آن هر یک نمود بیولوژی وظیفه و مقام معین خود را دارد. هیچ گونه موجودات نالازم و یا خطرناک ارزی هستی ندارند. همه برابر و پرکننده یکدیگرند. هر یک ارگانیسم از روی وظیفه یگانه خود عمل می نماید. هومو ساپینس، انسانی با شعور. ما از میراثی که زمین در طول 4 میلیارد سال برای ما احتیاطکارانه نگاه داشته است، هنوز هم فایده به دست می‌آوریم. عمر انسانیت تنها 200,000 سال دارد، ولی در این مدت ما توانستیم که نمود سیاره را تغییر دهیم. به ظرفیت خود نگاه نکرده ما توانستیم که به تمام شکل‌های موجودیت ارگانیسم‌ها وارد شده منطقه‌های بزرگ را غصب نماییم. گذشتگانمان بادیه‌نشین بودند. آنها در جستجوی مکانی آفتابی همیشه سیر می‌کردند. آن جایی را که غذا بود اقامت اختیار می‌نمودند. پس آن با تغییر یافتن اقلیم و موافق‌تر شدنش برای زندگی، انسان به ساختن دهه و شهرک‌ها آغاز کرد. آدمان دیگر چون پیشتر از شکار که منبع اساسی روزگذرانیشان بود وابسته نبودند. اکنون آنها منطقه‌های طبیعی با نمناکی و ماهی زیاد داشته را میان عالم وحوش جای زیست انتخاب می‌کردند. آنها به جای حرکت می‌نمودند که آنجا آب و حیات به یک محیط واحد متحد شدند. حتی امروزها نیز اهالی سیاره مکان زیست خویش را نزد ساحل بحر و اقیانوس‌ها انتخاب می‌کند.